در شریعت اسلامی لعن و نفرین جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سباب المسلم فسوق، دشنام دادن و ناسزا گفتن مسلمان فسق هست و نافرمانی الله متعال هست. و بنابر روایتی دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لعن المؤمن که قتله، گناه نفرین کردن یک مسلمان و مؤمن به اندازه کشتن و سنگین هست. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم از لعن و نفرین و دعای بد بر فرزندان منع فرمودند. یعنی این موارد جز گناهان کبیره هست و چیز سهل و ساده ای نیست و چه بسا که این نفرین به خود انسان باز بگردد. پس بنابراین مسئله بسیار مهم و خطرناکی هست، حتما باید از آن اجتناب بکنیم.